هموطنان عزیز، محترم فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین، در ابتدا کل مردم تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما حاضرین گرامی را به مناسبت فرارسیدن ماه شریف رمضان، ماه پرهیزگاری و احسانکاری، خیر و صدقات، بخشش گناه‌ها و پاکسازی ظاهر و باطن صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک ساکن مملکت صلح و آرامی، فیض و برکت و زندگی با سعادت آرزو می‌نمایم. باید گفت که حکمت پرهیزگاری و روزه‌داری تنها در ترک خوردن و آشامیدن محدود نمی گردد، بلکه این ماه مبارک برای مسلمانان وسیله اعتقادی مهم جهت انجام دادن کارهای خیر و ثواب، عملهای پسندیده، دست و زبان پاک داشتن، گذشت کردن و بخشیدن، با صبر و تحمل بودن و دیگر خصلت‌های حمیده انسانی محسوب می شود. طبق آیات‌های قرآن مجید و حدیث‌های نبوی، هر یک عمل نیک و کار خیر و ثواب در این ماه مبارک و شریف نسبت به ماه‌های دیگر به مراتب بهتر و بزرگتر می باشد و ثوابی بیشتر دارد. از این رو ماه رمضان فرصت بهترین برای وسعت دادن عملهای خیر و ثواب در حق یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم بضاعت و بی‌سرابان مانده، نیازمندان و درماندگان و نزدیکان و پیوندان می باشد. خداوند در سوره توبه آیت 60 می فرماید که جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و مسکینان و عاملان صدقات و آنان که دلهایشان الفت داده می شود، یعنی شخصان بیمار و ناتوان، و برای خرج کردن در راه خدا و برای مسافران و آن حکم ثابت شده از نزد خدا است. آخر سال گذشته در پیام رهبر دولت سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی دولت تاجیکستان و ماه ینور سال جاری در مجلس وسیع حکومت مملکت آید به جنبش سال 2023 دستاوردهای نائل شده مردم کشور مفصل تحلیل گردیده، وظیفه‌ها برای آینده نزدیک معین کرده شدند. امروز می‌خواهم دایر بر روندهایی که در جهان معاصر ادامه دارند، از جمله برخورد فرهنگ و تمدن‌ها، تفریقه و نزاع‌های دینی و مذهبی، گسترش بی‌سابقه تروریسم و اکستریمیسم دینی، سیاست دوگانه نسبت به گروه‌های افراطگرای دینی و مانند اینها که وسیله
استفاده قواهای گوناگون منفعت‌ها گردیدند، اینچنین تأثیر آنها به جامعه و دولت ما ابراز اندیشه نمایند. بعضا مسائلی هست که ما باید امروز شاد و روشن هم محاکمه نماییم، بررسی نماییم، هم پیش راه این رویه‌های نامطلوب را گیریم که حادثه‌های مثل حادثه‌های سال‌های 90 باز یگان فاجعه دیگر سر نزند. از این لحاظ تصمیم گرفتیم که در عرفه فرارسی ماه مبارک رمضان با نمایندگان جامعه کشور، عالمان و دانشمندان، فعالان و خادمان دین ملاقات کنیم و مسائل وابسته به حیات اجتماعی از جمله معنویات و معرفت مردم مملکت را بررسی و وظیفه‌ها را برای برطرف نمودن بعضی مشکلات و کمبودی‌هایی که در این سمت جای دارند معین نماییم. میخواهم خاطر نشان نمایم که در نتیجه درک ارزش‌های ملی و فرهنگ و اخلاق حمیده مردممان طی بیش از 30 سال صاحب استقلالی کشورمان هزاران نفر صاحبکاران و تاجران، شخصان سخاوت پیشه و افراد با ننگ و ناموس جامعه سیاست انسان دوستانه اجتماعی دولت و حکومت را دستگیری کرده بسیار اقدامات ثواب و سازنده را انجام دادند. آنها تا امروز هزاران مکتب و کودکستان، بیمارخانه و موگاه‌های طبی، راه و پل‌ها، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و دیگر انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی بنیاد کردند. صدها هزار ساکنان مملکت را با جای کاری تأمین نمودند. هر سال 4-5 مراتبه به عائله‌های نیازمند و یتیمان و معیوبان کمک رسانیدند و حالا باز بسیار کارهای خیر و ثواب را عملی کرده ایستادند. با استفاده از فرصت به همه آنها برای اقدامات وطن دوستانه و انسان پرورانه‌شان منتداری صمیمی دولت و حکومت مملکت را ایثار می‌نمایم. انا این است کار ثواب و عمل خیر که باعث رضایت خداوند گردیده. ثواب و ثمره این عملهای نیک به 7 پشت انسان میرسد و در نامه اعمال هم خودشان و هم گذشتگانشان که این گونه فرزندان صالح را به کمال رسانیدند نوشته می شود. ببینید صدها هزار نفر، چقدر شهروندان ما امروز صدها هزار نفر در خارج کشور به مهاجرت می روند، چقدر اذیت می کشند از نزد عائله خود، از نزد فرزندان خود. مگر این کار ثواب نیست؟ یا مکتب به زبان دیگری سالهای قدیم که میگویند در شریعت مدرسه همین مکتب است. چقدر نورسان ما،
فرزندان ما شما که حرف زدن نمیتوانند صاحب دانش، صاحب سواد، صاحب کسب، هنر میگردند، مگر این کاری ثواب نیست؟ ما امروز شکرانه میکنیم که از برکت استقلال دولتی در تمام ساحه‌های حیات اجتماعی کشورمان از جمله در سمت آزادی وجدان شرایط سازگار و مساعد فراهم گردیده است و امروز شهروندان ما فریضه های دینی خود را آزادانه انجام می‌دهند. آیا ما سالهای 90 آزادانه مسجد رفته می‌توانستیم؟ آیا ما آزادانه به یک شهر ناحیه دیگر به نزد خویشاوندان و فرزندان خود رفته می‌توانستیم؟ فرقیت دارد؟ در همان سالها هم یک سببش این ناشکری کردن مردم ما بود که به همون بدبختی‌ها آورده رساند. حالا هم در بعضی منطقه‌ها همین گونه رفتارها مشاهده می‌گردد. به شرافت این رویداد بزرگ تاریخی ما به احیای ارزش‌های ملی و دینی خود میسر شدیم و مردممان با مذهب اجدادی، با پیران خیرت و بزرگان علم و ادبی گذشته همه جانبه آشنا گردیدند. استقلال دولتی به ما ملت تمدن‌ساز تاجیک امکان فراهم آورد که اثرهای بزرگان خود را باز نشر و به مردم کشور دسترس نماییم. بار دیگر تکرار می نمایم که این همه از برکت مقدسترین نعمت زندگی خلقمان استقلال و آزادی و دنیوی بودن دولتمان است که برای پیروان همه دینها امکانیت‌های برابر و شرایط آزاد و سازگار اعتقادی را فراهم آورده است. مردم ما همچنین امکان پیدا نمودند که رسم و آیین‌های ملی و مراسم و عیدهای دینی، جشن‌های نوروز و مهرگان، تیرگان و صده و عیدهای رمضان و قربان را همچون جزئی فرهنگ ملی احیا کرده آنها را با اشتراک آزادانه خرد و بزرگ مملکت و با افتخار از تاریخ بیش از 6000 ساله ملت تاجیک تجلیل نمایند. حکومت تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای تأمین نمودن آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین خیلی کارهای نظررس را به انجام رساند. در سال 2009 با شرکت عالمان و دانشمندان مشهور جهان اسلام و شخصیت‌های معروف از 55 دولت دنیا برگزار کردن 1310 سالگی اساسگزار مذهب تحملگرای حنفی، فرزند فرزانه ملت تاجیک ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که با نام امام اعظم مشهور است، یک رویداد مهم در حیات معنوی مردم ما گردید.
وقتی من چنین قرار قبول کردم برای برگزاری چنین چهاره‌بینی، بعضا نمایندگان اهل ضیا و اینتلیگنس مملکت مخالف بودند و با کدام مقصد ما این کار به راه ماندم؟ چون من دیدم که مردم ما نه پیر مذهب میگوید نه مذهب خودش میداند، حتی بسیاریان نمیدانستند که ما در کدام مذهب قرار داریم. همچنین بزرگداشت شخصیت‌های با نفوذ علمی و دینی مولانا جلال الدین بلخی، ابوعلی ابن سینا، عبدالرحمن جامی، محمد خوجندی، ابوریحان بیرونی، محمد غزالی، ناصر خسرو قبادیانی، میر سعید علی حمدانی و دیگران چاپ آثار زیادی اخلاقی و علمی متفکرانی گذاشته و زبان تاجیکی ترجمه کردن و 3 مراتبه نشر نمودن قرآن کریم و به مردم تاجیکستان دسترس گردانیدن آن از جمله کارهای می باشند که در این سمت به انجام رسیدند. با دستور رهبر دولت یکی از تفسیرهای معتبر قرآن کریم، ترجمه تفسیر طبری، هدایه برهان الدین ابو حسن ابن ابوبکر، صحیح امام بخاری، مقدمه ابن خلدون و اثرهای دیگر متفکران بزرگ اسلامی به زبان تاجیکی ترجمه و نشر کرده شدند برای آنکه مردم تاجیک خوانند و دانند کی بودند بزرگان گذشته ما شما. ما تصمیم گرفته ایم که این گونه اقدامات از جمله نشر تاجیکی متن قرآن کریم را من بعد نیز ادامه دهیم تا این کتاب مقدس برای پاک نگاه داشتن اصالت دینی مردممان در هر یک خاندان کشور موجود باشد. تاجیکستان از روزهای اولی صاحب استقلالی به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند همچون ارزش عالی مناسبت نموده برای عملی گردانیدن آنها اصول و واسطه‌های ضروری را در ساختار دولتی تشکل داد. تأسیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در نزد حکومت، مؤسسه دولتی مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت مملکت، دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم، قبول قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، به قیدگیری 4000 اتحادیه دینی یعنی مسجدها و تشکیل سفر دستجمعانه شهروندان به حج و عمره از جمله اقدامات در این سمت عملی گردیده می باشد. امروز در تاجیکستان با 2000 نفر شهروند یک مسجد راست می آید، در حالی که این نشان دهنده در کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل 3.5 هزار و در دیگر کشورهای مترقی جهان 5.5 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. همزمان با این
در کشور یک جماعتخانه اسماعیلی، دو کمیته رشد جماعتخانه‌های اسماعیلی و 67 تشکیلات دینی غیر اسلامی فعالیت آزادانه دارند. سال 2010 از جانب تشکیلات جهانی اسلام عاید به معارف، علم و فرهنگ ایسیسکا پایتخت فرهنگ اسلامی اعلان گردیدن شهر دوشنبه دلیل واضح آن می باشد که تاجیکان در جاده حفظ میراث دینی، غنی گردانیدن آن و عموماً فرهنگ و معارف اسلامی در سطح جهانی اسلام سهمی ارزشمند گذاشتند. این دلیل همچنین گواهی می‌دهد که برای شهروندان مملکت جهت عملی نمودن حقوق و آزادی‌های دینی در زمان صاحب استقلالی نیز امکانیت‌های زیاد مهیا گردیده تأمین آزادی وجدان در سطح ضروری قرار دارد. پس ما چگونه از صاحب استقلالی و صاحب دولتی امان شکرانه نکنیم؟ در دنیا امروز ملت‌هایی هستند که 100 ساله ها شد که میلیون ها قربان شده ایستادند برای صاحب دولت شدن. فردی که در تاجیکستان ناشکری از این سرزمین میکند، از این سرزمین بیشتاسای اجدادی میکند، عاجز میشود. تنها صاحب استقلالی و نظام دنیوی دولتمان امکان فراهم آورد که ملت‌های گوناگون و پیروان دین و مذهب‌های مختلف در کشورمان فعالیت دینی و اعتقادی خود را در دایره مقررات کنستیتوسیون مملکت و قانونگذاری عمل کننده آزادانه انجام دهند. تاریخ دولتداری نوین تاجیکان و گذشت وقت درست بودن انتخاب نظام دنیوی دولت را در شرایط معاصر سابق ساخت. این ساخت دولتداری را هنوز من همگی 5 روزم رهبر دولت نبودم. در زمانی که در 3 تاریخی 16 شورای عالی در شهر باستانی خوجند من را انتخاب کردند برای امین نگاه داشتن دولت تاجیکان در عرصه جهانی و پیش راه پراکنده گردیدن ملت تاجیک، انا همین راه را من پیشنهاد کردم. تحلیل و بررسی اقدامات طی بیش از 32 سال عملی کرده حکومت تاجیکستان در مناسبت به دین نشانه آن است که دولت دموکراتی و دنیوی ما در راه تأمین نبودن آزادی وجدان قدم‌های استوار گذاشته، رسالت و وظیفه تاریخی خود را در نزد مردم اعتقادمند در سطح ضروری اجرا کرده ایستاده است.
آزاد هستیم. طاعت میکنی، عبادت میکنی، نماز میخوانی، روزه میداری، مسجد میروی، خانه خدا میروی، کار خیر و ثواب میکنی. دولت تاجیکستان نسبت به همه دینها نظری نیک داشته، شرایط سازگار اعتقادی را برای پیروان آنها تأمین کرده است و خصوصا برای رشد دین مبین اسلام که 99% ساکنان کشور اعتقادمند آن می باشند، نه فقط شرایط مساعد مهیا کرده است بلکه به ارزش‌های سازنده و انسان پرورانه آن ارج می‌گذارد. ما این اقدامات را همچون ادامه کارهای انجام داده گذشتگان نیکنام خود در راه حفظ و تکامل ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی دین مبین اسلام، پاکسازی آن از همه گونه خرافات و تعصب، حمایه از تفریق اندازی و پایداری اصالت دینیمان انجام دادیم. زیرا فرزانه ملت تاجیک ابو حنیفه نعمان ابن ثابت یا امام اعظم پایه‌گذار بزرگترین مذهب تحملگرای اسلام است که شماره پیروانش قریب 60 فائز مسلمانان دنیا، یعنی بیش از نصف اعتقادمندان دین اسلام را تشکیل می‌دهد. چگونه از این گونه بزرگان افتخار نکنیم؟ چگونه؟ خاطر نشان می سازم که سبب پیروان زیاد داشتن مذهب حنفی در عقلگرایی و تحملگرایی آن بوده به شرایط هر دور و زمان از جمله زمان معاصر مطابقت دارد و انسان را همچون بهترین موجودی آفریده الهی در مقام بسیار بلند می‌گذارد. واقعاً در زمان معاصر خلق و ملت ها با راه آموختن و اختراع کردن علم و دانش و تکنیک و تکنولوژی های معاصر کوشش میکنند که ارزش های ملی، دستاوردهای فرهنگی و آزادی های شخصی خود را در پناه دولت صاحب استقلال خویش از تهدید جهانی شوی منفعت ها و سوء استفاده ارزش‌ها حفظ نماید. خداوند بنده را هست کرده است، عقل داده است، چشم داده است، آب و خاک و زمین داده است که زندگی کن، از این دنیا بهره بر، عقلت را کار فرما، با زمان مطابقت شو، پایبند خرافات نشو، علم آموز، کسب آموز، هنر آموز، زندگیت را پیش بر. پیروی از آیین اجدادیمان مذهب حنفی یکی از واسطه‌های مؤثری از تهدید و خطرها حمایه کردن فضای مفکوروی جامعه ما در شرایط معاصر می باشد.
ابو عبدالله محمد اسماعیل بخارایی در شرایط وزنین بحرانی علم حدیث از بین صدها نفر دانندگان معروف حدیث های نبوی با تازه کردن آنها کمر بسته از میان صدها هزار حدیث بافته 7250 حدیث صحیح را با کارکرد اصول علمی، منطقی و تاریخی به عالم اسلام پیشنهاد کرده است. علم جهانی و کل مسلمانان عالم جامع و صحیح امام بخاری را صحیح ترین کتاب بعد کتاب خدا یعنی قرآن کریم می دانند. مولانا جلال الدین بلخی حکمت و اخلاق اسلامی را به پایه های بسیار بلندی نظم برداشت. در سرحد 3 تمدن اسلامی، یونانی و نصرانی پل همدیگر فهمی و تحمل بنا نمود و گفتگوی فرهنگ و تمدن ها را براه انداخت. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. این شاه ازهر بزرگ فرزند ملت تاجیک که یونسکو با تشبث تاجیکستان دایر به تجلیل 800 سالگی آن قرار قبول کرد، در ظرف 10 ساله های آخر در کشورهای گوناگون عالم با تعداد نهایت زیاد چاپ شده است و به کتاب تبدیل یافته است که در میان مردم دنیا خواننده از همه بسیار دارد. من با امر تقدیر 2 مراتب آرامگاه او را زیارت کردم. چه ملت ها و خلقیت ها را نمایندگان مذهب و دین های گوناگون را در سر قبر مولانا نمی بینید. یعنی مولانا گویا که اثرهای آفریده آن با همین شب و روز است، با همه برابر است. برای متحدی، تحمل پذیری، تحمل گرایی، صبر و تحمل، همکاری، همزیستی، دوستی، رفاقت خدمت میکنند. برای همینم همه دوستش می‌دارند. با گذشت 100 ساله ها پل معنوی و فرهنگی بنیاد نموده مولانا خلق و ملت‌های گوناگون عالم را به هم آورده است و امروز نیز پیروان دین‌های مختلف مسلمانان و نصرانیان و یهودیان به زیارت آرامگاه او می‌روند و نام و آثار او را گرامی می‌دارند. تمام ایجادیات مولانا به زبان تاجیکی می باشد. امسال نیز با تشبث و پیشنهاد تاجیکستان در یکی از سازمان‌های با نفوذ فرهنگی دنیا، سازمان یونسکو، جشن مولانا دایر می‌گردد و فکر می‌کنم که در معرفی شایسته و شناخت بهتری زبان و تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک در عرصه جهانی اینچنین تحکیم هویت ملی ما نقشی ارزشمند بگذارد. لیکن از سال 90 این طرف
چگونه حضرت های نو برآمد، مولوی های نو برآمد، با هر گونه اثرهای ساخته و بافته و مغرضانه خود میخواهند مردم ما را به راه نادرست برند. در هر یک دهمان مثل شیخ تیمور باید پیغمبرای نو برآمد میبراید. اگر قانون نباشه هر یک داملا باید نظر خود را به سر مردم بار کردن میگیرد. بچه این عقل و فراست و سوادناکیش. تمام دانشمندان و بزرگان ملت ما از قبیل استاد ابو عبدالله رودکی و حکیم ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسرو قبادیانی و ابو علی ابن سینا، مولانا جلال الدین بلخی و شیخ سعدی شیرازی، خواجه حافظ شیرازی و کمال خجندی، میرزا عبدالقادر بیدل و احمد دانش و استاد صدرالدین عینی توسط معرفت و خودشناسی در کردن معمای دنیا و آخرت را تلقین می‌کردند. بنابراین مردم تاجیکستان، خصوصا جوانان و نورسان که خود را مسلمان و پیرو مذهب عقلگرای حنفی می‌حسابند، حقوق معنوی دارند که از میراثبر شخصیت‌های عالم شمول علمی و اخلاقی بودن خویش افتخار کنند. هر فرد این سرزمین و هر یک نورس جوان آن که با ریشه های تاریخی و زبانی و فرهنگی و معنوی با ملت و خلق تاجیک پیوندی ناگسستنی دارد، باید با افتخار ابراز نماید که من تاجیکم، نبیره و میراثدار اجدادی با فرهنگی هستم که برای رشد علم و فرهنگ و تمدن بشری اینچنین حفظ اصالت دین مبین اسلام خدمتی بسا ارزشمند کرده در عالم اسلام جایگاه سزاوار را صاحب گردیدند. خادمان دین به مردم فهمانید، تلقین نمایید. اولا که خودتان باید دانشمند باشید، سواد کافی داشته باشید. چرا ما بیگانه پرستی میکنیم؟ چرا ما بیگانه ها را اینقدر تشویق و ترغیبات میکنیم؟ من نمیفهمم. چی میدید؟ چرا ملت را گمراه میکنیم؟ با کدام زبان فهمانم؟ چگونه؟ کدام راهبر دولت دنیا ملت خود را، خلق خود را دیده دانسته با آتش دل میدهد؟ حاضرین گرامی، باید گفت که با وجود مناسبت نیکی دولت نسبت به همه دین و مذهب ها، بخصوص نسبت به دین مبین اسلام، سالهای آخر ظهورات ناراحت سازنده و نگران کننده تعصب و خرافات، تفریق اندازی و افراطگرایی دینی و در این زمینه ریا نگردیدن معیارهای کنستیتوسیا و قانونهای عمل کننده افزایش یافته ایستاده است. ما خود شاهد بودیم و خود در یاد داریم که تمام فاجعه های سالهای 90 در نتیجه پایمال شدن کنستیتوسیا و قانونهای عمل کننده است.
همه را زیر پا کردیم. به چی آورده راست؟ انارکی، بی‌حاکمیتی. این در حالی است که طبق اندیشه و نظر دانشمندان معروف علوم اسلامی، خرافات و تعصب و افراطگرایی دینی با تعلیمات انسان پرورانه دین اسلام رابطه ندارد. دشمنان دین مبین اسلام برای کاشتن تخم نفاق و بدبینی، ایجاد حس اسلام ستیزی، تفریقه مذهبی در بین امت مسلمان و رسیدن به هدفهای غرضناک خود که یکی از آنها دست یافتن به بایگری‌های فراوان کشورها می باشد، افراطگرایی دینی را با هر راه و واسطه پشتیبانی و مبلغ‌زاری می کند. امروز برای کسی پوشیده نیست که مرکزی یک قطار حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی در کشورهای پیشرفته جهان جایگیر است. اکثر جنگ‌هایی که میان کشورها به وقوع می‌آیند با این یا آن اندازه جنگ‌های مذهبی میباشد. این دست انهمون دشمنان دین مبین اسلام و امت مسلمان است. سالهای آخر وسعت بی‌سابقه یافتن تلاش ابرقدرت‌ها برای عملی سازی منفعت‌های خود از نو تقسیم کنی دنیا، مسلح شوی با شتاب، آغاز مرحله نوی جنگ سرد، گسترش بی‌سابقه فعالیت گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی که متاسفانه خصوصیت دینی کسب نموده است، وضع مرکبی در پی پاندمی کووید 19 با وجود آمده، اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های وزنین آن، خشکسالی و کم‌آبی، نارسایی مواد غذایی و گرسنگی وضع جهانی را مرکب و پیشگویی نشونده گردانیده ایستاده است. یعنی امروز انسانیت در دوره برخورد و تهدیدهای شدید نظامی، خشکسالی و کم‌آبی، قحطی و گرسنگی، تنزل اقتصادیات و اجتماعیات و در مجموع در وضع نهایت مرکبی تاریخی خود قرار دارد. تاریخ انسانیت چنین سالهای حساس، خطرناک برای انسانیت را از سر گذرانیده ایستاده است. علاوه برای همینم در چنین وضعیت، در چنین سالها که برای زندگی ما شما نیز خطر دارد، زیاده روی نکنیم. بر اثر عامل‌های ذکر شده سالهای آخر ما شاهدی در چندین کشور مسلمانشین توسط سیاسی سازی اسلام یا با تاثیرگذاری اسلام سیاسی نارام نمودن زندگی مردم و خللدار ساختن وضع امنیتی دولت‌ها گردیدیم. انقلاب‌های رنگه و دیگر روندهای با آنها مانند که مثل جنگ تعمیلی شرمنده تاجیکستان تحریزی شده بودند، از کجا سرچشمه گرفته به کجا آورده رسانیدند، امروز به هیچ کس پوشیده نیست. سیاسی کنانی دین یک روند صنعی بوده، در تعلیمات اسلام جایگاه ندارد، زیرا دین اسلام از آغاز پیدایش خود سیاسی نبود و سرخط تعلیمات آن را نخست خواندن و آموختن، سپس ایمان آوردن به خدا و شناخت یگانگی او تشکیل می‌دهد و خلاص. وقتی میگوییم خدا یک و یگانه
و بخشاینده و مهربان است. سجده کردن تنها به او ضرور است، نه به کسی دیگر، نه به چیزی دیگر. در وضعیت مرکب جهان معاصر ما وظیفه داریم که به خاطر حفظ استقلال و آزادی و امنیت دولت و جامعه در برابر رعایت طلبات قانون‌های دولت دنیوی با ارزش‌های دینی عاقلانه مناسبت نموده، هم ارزش‌های سازنده دین اسلام را حفظ نماییم و هم پیش راهی پهشوی تفریق اندازی و افراطگرایی را گیریم. من چنین میشمارم که نسبت به این مسئله بی‌طرفی یا مراساکاری کردن برابر به این است که سعادت خود و فرزندان خویش را برهم زنیم، چون که بی‌طرفی هم برای دولت و هم برای ملت با چگونه حادثه و فاجعه ها باعث می‌گردد نسل کلانسال کشور و اکثری در این تالار نشستگان خوب می‌دانند. من شاهد زنده، یکی از شاهدان زنده در اما تالار پره می‌دودم. اگر بسیاری ها بی‌طرفی نمی‌کردند در تاجیکستان جنگ شرمندی سر نمی‌زد. چگونه بدبختی ها را آورد، چقدر مردم قربان گشت. اگر یکی از سبب‌های به جنگ تعمیلی شرمندی کشیدن اهالی استفاده غرضناک احساس دینی مردم باشد، دیگر عامل اساسی بی‌طرفی و بی‌تفاوتی نسبت به تقدیر دولت و ملت. بیش از 150,000 نفر کشته شدگان، 1,000,000 گریزه های اجباری، زیاده از 50,000 کودکان یتیم، میلیون ها نفر آدمانی که عزیزان خود را از دست دادند و میلیاردها سامان ضرر اقتصادی آن روزها هنوز از خاطره مردم نرفتند و در اقتصادیات و زندگی ما امروز نیز احساس میشود. در جمهوری همسایه افغانستان ده‌ها قبرستان های نو از حساب گریزه های تاجیک پیدا شد. آن روزها اشخاصی که ایمان خود را فروخته بودند، پدر را ضد پسر و برادر را به سر برادر شلانیدند و جنگ تعمیلی شرمندی آغازی سالهای 90 از مسجدها آغاز کرد. از مسجدهای آن زمان در بالای بعضن تکنیکای حربی بی‌طیارها کی بودند در دست اتوماتیک کلاشنیکوف، بعضن امام خطیب‌های داملای همان زمان. یعنی وقتی آن رسید است که ما بر ضد همه گونه ظهورات نامطلوب و خطرناک از جمله افراطگرایی و تروریسم سرجمانه مبارزه بریم و در کشور ولایت قانون را تامین نماییم. خودتان ملاحظه کنید که در زمان شوروی در تاجیکستان همگی 34 مسجد از جمله 17 مسجد جامع، 15 کلیسا و 2 کنشت فعالیت داشت. نه حج بود، نه حاجی بود، نه عمره بود، نه دانشکده اسلامی و نه شماره زیادی مسجدهای 5 وقته جمعه خوانی. کدام کلانسال است بدانید. ولی با وجود چنین محدودیت‌های قطعی آن زمان، نه افراطی بود، نه تروریست دینی و نه فتنه و دسیسه دینی. امروز در تاجیکستان 4,000 مسجد، دانشکده اسلامی، نهادهای دینشناسی علمی
بیش از 250,000 نفر حاجیان، بیشتر از 400,000 عمره کردگان و هزارها نفر خادمان دین، دستپروران مؤسسه‌های تحصیلات دینی خارجی و وطنی در فضای آزادی‌های استقلال تربیت یافتند. در پایتخت تاجیکستان یکی از بزرگترین مسجدها در منطقه بنیاد کرده شد. ساختمان بنای نو حاضر زمان دانشکده اسلامی تاجیکستان با صنعت بلند معماری ملی با سرعت ادامه دارد. ولی بر عوض همه تدبیرهای تا امروز عملی گردیده و دستگیری و پشتیبانی دولت و حکومت جهت معتدل نگاه داشتن وضع دینی در مملکت، تعصب و خرافات، تفرقه اندازی، بیگانه پرستی و زیاده روی، افراطگرایی و عملهای تروریستی خصوصیت دینی داشته به عامل تشویش آور و نگرانی جدی تبدیل یافته ایستاده است. مخصوص تاکید می سازم که این روند به مقام و جایگاه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی تاجیکستان که امروز در جهان همچون کشوری در حل مشکلات گلوبالی تشبثکار پیش صف اعتراف گردیده است بی تأثیر نمی‌ماند. ما اکنون نام بدی جنگی برادرکش را که به ملت کهن بنیاد و فرهنگی و تمدن سازمان تحمیل کرده بودند از ذهن و خاطره ها تازه کرده تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون دولتی صاحب استقلال و دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی و مهمتر از همه به حیث کشوری تشبثکار و سازنده و مؤلف 5 تشبثی سطحی بین المللی معرفی کرده ایستاده ایم. ضمناً باید گفت که جشن سال نو اجدادی نوروز نیز با تشبث تاجیکستان مقام بین المللی گرفت. طعام‌های ملی تاجیکی، آش پلو، لباس‌های دیگری ما چکن و دیگر در جهان معرفی گشتند. از سالهای پیشین ما را کی می‌شناخت؟ و چگونه ما شکرانه از این دولت و از این ساختار دولتی و این دولت و وطن بیشتازا شکرانه نکنیم. در صحیفه‌های تاریخی دولتداری ملت تاجیک فاجعه و رویدادهای سخت و سنگین ثبت گردیدند که برتری پیدا نمودن مفکوره تندرو دینی، تعصبگرایی و سیاسی سازی عقیده‌های دینی عامل اساسی آنها بود. برای مثال سرنوشت دولت سامانیان را می‌گیریم. طبق معلومات علامه باباجان غفورов در کتاب تاجیکان، دولت سامانیان در زمینه خودآگاهی و بیداری شعور ملی تشکل یافته 124 سال فعالیت کرد و محض در نتیجه تندگرایی دینی و بیگانه پرستی به شکست روبرو گردید. روحانیان اصالت و هویت باخته برای دستگیری بیگانه ها که هدف غصب دولت
ملی تاجیکان را داشتند زمینه مهیا کردند. در آخر عصر 20 برابر صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان باز هم روحانیان افراطگرا و بیگانه پرست با مقصد گرفتن حاکمیت و رسیدن به قدرت کوشش کردند که با شعارهای اسلامی دولت جوان تاجیکان را نیست و نابود کرده با راه بسر مردم بار کردن فرهنگ بیگانه ملت را بار دیگر تابع دیگران نمایند. در چنین شرایط تقدیرساز باز هم ایده از رهبران و زیایان نسبت به تقدیر آینده فرزندان و نبیره‌های خود بی‌طرفی نشان دادند و این باعث گردید که کشور نو به استقلال رسیده ما به جنگ شهروندی تعمیدی کشیده شد. طبق خلاصه دانشمندان و کارشناسان و متخصصان اسلام شناس طی 14 عصر آخر یکی از واسطه های سنجیده شده بازیگران گیوپولیتیکی تطبیق برنامه های اسلامی سیاسی می باشد که برای عملی سازی همه گونه طرح و لایحه مغرضانه و منفعت جویانه آنها استفاده می گردد. هموطنان ما خوب در یاد دارند که تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی فعالیتش در کشور منع شده حزب نهضت یعنی سببگار اساسی سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی از جانب بازیگران گیوپولیتیکی چگونه برای عملی نمودن هدف بنیادی دولت اسلامی و به سر مردم ما بار کردن فرهنگ بیگانه به میدان آورده شد. آموزش و تحلیل مسئله نشان می‌دهد که برای سرنوشت میانبرده ملت تاجیک عامل افراط‌شوی جامعه و پیوستن شهروندان به سازمان‌های تروریستی خصوصیت دینی داشته در شرایط کنونی نیز همچون تهدید جدی باقی میماند و در صورت پیشگیری نگردیدن این روند عاقبت ناگوار خواهد داشت. ساختار و مقامات دخلدار کشور در اساس برنامه‌ها و دیگر سندهای قبول نموده سازمان ملل متحد اینچنین معیارهای قانونی گذاری بر ضد تهدیدهای ذکر گردیده مبارزه متشکلانه را برآمدند و تاجیکستان امروز به صفت کشور پیشصف در سمت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم اعتراف گردیده در همکاری با جامعه جهانی به مقابل این ظهورات خطرناک مبارزه می‌برد. با وجود این حالت‌های افراطی شوی بعضی شهروندان ما و گرایش آنها به سازمان و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی در بعضی شهرنایه‌ها به نظر می‌رسد. سبب اساسی چنین وضعیت پیش از همه در آن است که کار با مردم در سمت تشکل معنویات سالم و سازنده و طور ضروری برای مانده نشده است. رهبران ولایت‌ها و شهرنایه‌ها، ساختارهای محلی، وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کمیته‌های جوانان و ورزش، زنان و عائله، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، دیگر ساختارهای مربوطه دولتی و جمعیتی از جمله مقامات حفظ حقوق و سودها پیشبرد فعالیت مفکوره سازی را دوم درجه می شمارند و به این مسئله مهم اهمیت ضروری نمی‌دهند.
جمهوری تاجیکستان در اساس ماده یکم کنستیتوسیا که با رأی کل مردم، من نه، پارلمان نه، با رأی کل مردم تاجیکستان قبول گردیده است. یعنی ماده یکم کنستیتوسیا دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه و اجتماعی اعلام گردیده. آزادی وجدان و اعتقاد در قطار دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی با کفالت‌های کنستیتوسیونی تامین شده است. در ادامه این روند قانون‌ها درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، درباره مقاومت با اکستریمیسم، درباره مقاومت با تروریسم، درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، کنسپسیون سیاست دولتی در ساحه دین، استراتژی‌های ملی آید به مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 2020 و 2021 2025 قبول و مورد عمل قرار داده شدند. ولی تاکید باید کرد که از جانب سوبیکت های مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم از جمله وزارت و اداره های داخلدار، مقامات کار با دین، جوانان، زنان و عائله، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، خود اداره شهرک و دهات، اینچنین اهل جامعه، تطبیق سنت‌های ذکر شده در سطح ضروری و مطابق با وضع واقعی براه مانده نشده، چنین به نظر می رسد که آنها دهشت و فاجعه جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته را فراموش کردند. از چی و از کجا سر شده و با چی سبب و عامل ها؟ همه ساختار داشتیم، زیادتر از حالا همه ساختار حساباته، همه در روی کاغذ بود. هرچند که در کشور با قرارهای سود عالی فعالیت 28 تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی منع شده است، ولی حالتهای شامل شدن به چنین حزب و حرکت‌ها هنوز به نظر می‌رسد. در 10 سال اخیر در مملکت 6680 جنایت دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، از جمله 86 عملی تروریستی و سوءقصد به آن آشکار و به گرفته شده، 11 حالت عملی تروریستی و سوءقصد به آن پیشگیری گردیده است. در این دوره بر اثر تشویقات گسترده اکستریمیستی توسط شبکه‌های اجتماعی و هنگام در مهاجرت مهنتی قرار داشتن شهروندان، شامل شوی جوانان به تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی، سفربر گردیدن آنها به منطقه‌های درگیر افزوده نگرانی‌های جدی جامعه را به میان آورد. طبق معلومات فوری زیاده از 1000 نفر شخصانی که در کشورهای خارجی در زدوکردهای مسلحانه اشتراک کردند، زیاده از 1000 نفرشان به هلاکت رسیدند. از 1500 به نام و نشان گشتند. در رابطه با این یک نکته دیگر را تاکید می‌نمایم. شخصانی که از تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی دینی غیر رسمی و شبهناک کشورهای خارجی برمیگردند به فضای دینی تاجیکستان، افکار تندرو و دشمنانه را وارد می‌سازند. چنانچه
نمایندگان رویه سلفیه به مذهب حنفی و اساسگزار آن امام ابو حنیفه نظری منفی و با اسماعیلیه که مذهبی تاریخی یک قسمی اهالی بومی کشور می باشد مناسبت خیلی خصومت آمیز دارند. پیروان این رویه عقیده های نمایندگان دیگر مذهب ها را انکار و آنها را به کفر محکوم نموده در این زمینه اختلاف بین مذهبی را در بین مسلمانان تیز و تند می نماید. قابل ذکر است که اکثر شخصان به دولت اسلامی و دیگر تشکیلات های اکستریمیستی و تروریستی شامل شده پیروان تعلیمات سلفیه می باشند. از این لحاظ با قرار سود عالی تاجیکستان این رویه اکستریمیستی و تروریستی اعلان شده فعالیت آن در حدود مملکت منع گردیده است. با وجود این در دوره از سال 2015 این جانب زیاده از 2300 نفر شهروندان کشور بر رویه مذکور شامل گردیده. آید به این حالت ها 1945 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. باعث نگرانی است که بعض امام خطیبان پیروی گروه های اکستریمیستی و تروریستی گردیده غایه های افراطی آنها را در بین نمازگزاران تشویق و ترغیب می نمایند. مثلا امام یکی از مسجدهای 5 وقته شهر کانیبادان در جریان تحصیل دینی در خارج کشور بر رویه افراطگرایی سلفیه شامل شده در دوره فعالیت در این مسجد منتظم جماعت‌های غیر قانونی تشکیل کرده و یک گروه جوانان شهر عاید به برتری رویه سلفیه نسبت به مذهب امام اعظم تعلیمات دینی افراطی داده آنها را به این گروه جلب نموده است. امام مسجد دهه شادیانه ناحیه جبار رسولوف غایه های تشکیلات تروریستی دولت اسلامی را در بین نمازگزاران منتظم ترغیب و تشویق کرده است. اینچنین سرخطیبان مسجدهای جامعه مرکزی شهر ناحیه‌های باباجان غفور و گلستان 1 نفری، کرجند 2 نفر و کانیبادام 6 نفر هنگام تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی دینی خارجی و تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی برادران مسلمان شامل شده بعدی به وطن برگشتن عقیده های افراطی خود را در بین عامه منتظم پهن نمودند. همچنین مبلغان این تشکیلات اکستریمیستی چند نفر شهروندان جمهوری عربی مصر با مقصد در کشور ما به طور پنهان راه اندازی نمودن فعالیت خود به دانشگاه ملی و دانشگاه بین المللی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده به حیث آموزگار اینچنین به اکادمی ملی علمها همچون کارمند به کار در آمده با بهانه به گروه جوانان دادن تعلیم دینی عقیده های اکستریمیستی خود را با آنها تلقین نموده 124 نفر را به تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی برادران مسلمان جلب کردند. حتی یکی از امام خطیبان مسجد شهر کانیبادان در وقت ادای جزا در محبسخانه شهر خوجند با بیرحمی بسیار وحشیانه سردار مؤسسه اصلاحی را سرش را از تن جدا کرده خواست که از محبسخانه بیرون شد. سابق امام خطیب مسجد بسیار حادثه های دهشتناک است. سالهای آخر از جانب بعضی شهروندان تاجیکستان در حدود دیگر کشورهای جهان
عملهای مدهش تروریستی صادر شده. این کردار غیر انسانی آنها با آبروی دولت تاجیکان و ملت تاجیک در عرصه جهانی اسناد آورده ایستاده است. طبق معلومات موجوده 3 سال اخیر 24 نفر شهروندان ما در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکانیدن خود دست زدند. حالانکه خودکشی و جهاد بلکه گناهی عظیم و خلاف تعلیمات و طلبات دین مبین اسلام می باشد. در سوره بقره قرآن مجید آیت 95 آمده است که خویشتن را با دستهای خود به ورطه هلاکت نافکنید. این عملها از جانب گروه‌های منفعت‌جوی و خدمات مخصوص بعضی کشورها تعریضی می‌شوند و آنها از بی‌معرفتی و بی‌تجربگی و آگاهی بعضی جوانان ما استفاده می‌کنند. ما از هدف‌های غرضناک دشمنان ملت تاجیک آگاه هستیم و جهت پیشگیری آنها تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده ایم. عمل‌های ذکر شده پیش از همه با مقصد بی‌آبرو کردن ملت تاجیک و دولت تاجیکان راه اندازی کرده میشه. در این روند یعنی در زمان جهانی شوی دولتداری صاحب استقلال آزادانه کردن بسیار کاری وزمین و دشوار است. شما شاهد است از وسایل اخبار عامه که در دنیا چه حادثه ها رخ داده است. در این روند رهبریت دولت جهت بخشش گناه و به زندگی آسایشته هدایت نمودن شخصانی به جنایت دست زده پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. برای مقایسه می‌گویم همه این برای تأمین نمودن امنیت ملت و دولت، صلح و ثبات کامل، وحدت ملی که ملت ما دیگر باره به اون روزهای سختی که سالهای 90 به سرشان آمد دچار نگرده. در دوران صاحب استقلالی 17 مراتبه سندهای عفو قبول گردیده زیاده از 170,000 نفر جنایتکاران از جاوگری جنایتی و جزا آزاد کرده شدند. علاوه بر این با اقدام بشردوستانه رهبریت مملکت و قانونگذاری جنایتی تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شده مقرر گردید که در صورت اختیاراً دست کشیدن شهروندان از اشتراک در فعالیت گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی اینچنین قطع کردن اشتراک منبعده در زد و خوردهای مسلحانه در حدود دیگر کشورها آنها از جاوگری جنایتی آزاد کرده می شوند. با استفاده از این امکانیت در 10 سال اخیر 1640 نفر به وطن برگشتند و پرونده های جنایتی نسبت به آنها قطع کرده شدند. تنها سال 2023 328 و در 2 ماه سال جاری 140 نفر شهروندان از این امکانیت استفاده کرد. اما حالا 4075 نفر شهروندان کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند. وابسته به این پروکراتور ژنرالی و دیگر مقامات حفظ حقوق وظیفه‌دار کرده می شوند که کار را در سمت به وطن برگردانیدن آنها اینچنین با جای کاری تامین نمودن چنین شخصان و شهروندانی از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد شده و طور قطعی جانب نمایند. با این مقصد ضرور است که
در نزد پروکراتور گنرالی ستاد آید به بررسی مراجعت‌های شخصانی برای صادر نمودن عمل‌های اکستریمیستی و تروریستی در کافتکاو قرار داشته تأسیس داده شد. ما به این شهروندان بار دیگر مراجعت میکنیم که فریفته هر گونه دسیسه ها نگردیده، فکر پدر و مادر، فرزندان، آبروی دولت و ملت را کنند. آنها می توانند دلپرانه به وطن برگردند و از امکانیت های در قانون پیش بینی گردیده استفاده نمایند. جوانان باید درک نمایند که گراییدن به گروه های تندرو، دست زدن به عملهای تروریستی و بدنام کردن دولت و ملت عاقبت های ناگوار دارد. آنها باید در زندگی راه درست را انتخاب کنند. رفتار و کردارشان را به منفعت خود، عائله، دولت و جامعه برا مانده با استفاده از فضای صلح و آرامی کشور و امکانیت های فراهم آورده دولت و کسب آموزی و از خود نمودن علم و دانش مشغول شد. در حالی که اکثر کشورهای اسلامی جهان با سرعت رشد کرده و با آموزش علمهای معاصر حتی برای فتح کیهان کوشش می نمایند، در جامعه ما گرایش بعضی شهروندان به خرافات پرستی و افراطگرایی و تحصیلات غیر قانونی دینی افزایش یافته ایستاده است. جوانان از کشورهای اسلامی در پیشرفته ترین مؤسسه‌های تحصیلات عالی دنیا تحصیل می‌کنند، ولی مردم ما هنوز در فکر چی ثواب است و چی وبال، حج روی، عمره روی، حاجی آرشی و حاجی طلبان بند ماندند. در دوره از سال 2020 تا سال 2023 در کشور 680 حالتی به تعلیم غیرقانونی دینی فرا گرفتن 5000 نفر تعلیم گیرنده آشکار کرده شد. تنها سال 2023 300 حالت تعلیم غیرقانونی دینی آشکار و جلب بیش از 4100 نفر پیشگیری کرده شده است که از وسعت روند مغزشویی کودکان، نورسان و جوانان درک می‌دهد. در این دوره از طرف مقامات حفظ حقوق 520 نفر خادمان دین برای چنین قانونشکنی‌ها به جوابگری مأموری کشیده شد. این در حالی است که در 10 سال اخیر از جانب مقامات حفظ حقوق 1320 جنایت مانع شدن والدین به گرفتن تحصیلات میانه اساسی فرزندان آشکار گردیده است. مخصوص تاکید می نمایم که تعلیم غیر قانونی دینی در بسیار حالتها باعث در شعور تعلیم گیرنده تشکل یافتن فناتیزم دینی و من بعد دست زدن او به عملهای اکستریمیستی و تروریستی می‌گردد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اکثر شخصان به جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی دست زده در دوران نورسی به تعلیم غیر قانونی دینی جلب گردیدند و از تحصیل در مکتب میانه دور ماندند. مثلا اکثر اعضای گروه تروریستی که شب 6 نوامبر سال 2019 به دیدبانگاه اشقاباد قشون‌های سرحدی یعنی سرحدبانان هجوم مسلحانه نموده 6 نفر خدمتچان حربی را به هلاکت رسانیدند. قبلا در داخل و خارج کشور
تعلیمات غیرقانونی دینی گرفته بودند. در جریان این هجوم یکی از اعضای گروه جنایتی مذکور زن کلانسال سرباز دیدبانگاه را که با او بنابر زن مادر سالخورده بودنش باور کرده به سلاح و نزدش آمده بود به کارت به هلاکت رسانید. به نزدش آمد که مادر را به جای گرد به خانه گرد برد. تصور کنید که پیرزن 70 ساله یا نبیره خودش را به قتل رساند. این کسل، این مریضی. هدف این گروه با دست آوردن سلاح و قتل عام کردن اهالی آسایشته از جمله در شهر دوشنبه بود. همچنین قتل چندین نفر محکوم شدگان در محبسخانه شهر وحدت که چند سال پیش در نتیجه تفریقه اندازی مذهبی رخ داده بود. از آن جمله گنرال قیام الدین. آن را گروه های دولت اسلامی می‌دانند آموختند که ایمانش را عوض کرده است، مذهب دیگر را قبول کرده است. به قتل رساند وحشیانه. شیخ تیمور را نیست. حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط برای تعلیم دینی در خارج کشور پیوسته غمخواری می‌نماید. ترتیب گرفتن چنین تعلیم با قرار حکومت از 30 دکبر سال 2011 تعظیم کرده شده است. در دوران صاحب استقلالی طبق راحت مقامات دخلدار دولتی صدها نفر شهروندان ما با مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی فرستاده شدند. با وجود این 4150 نفر شهروندان برخلاف ترتیبی مقرر شده با کشورهای خارجی سفر نموده با مؤسسه‌های تعلیمی دینی و طور غیر رسمی شامل شدند. این در حالی است که سندی حتما تحصیل یا دیپلم آنها در تاجیکستان اعتبار ندارد. تحلیلان نشان می‌دهد که این شهروندان از تشویقات اکستریمیستی و مخشویی آسیب پذیر بوده 156 نفری آنها در خارج کشور با صف حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی جلب گردیدند. از این لحاظ با کوشش‌های حکومت مملکت در دوره از سال 2010 این جانب قریب 4000 نفر شخصانی در خارج کشور به تعلیمات غیر رسمی دینی مشغول بوده به وطن برگردانیده شده. 205 نفر تا حال در خارج کشور باقی مانده‌اند. ضرور است که جهت پوره به وطن برگردانیدن آنها تمام چاره‌ها اندیشیده شده، آنها با جای کار و تحصیل تامین کرده شد. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص در 3 سال اخیر تقریباً 400 نفر شهروندان کشور و سال 2023 104 نفر یعنی 29 عائله که از زنان، نورسان و طفلان خردسال عبارت بودند از سوریه و عراق با وطن برگردانیده شدند. تعلیم غیرقانونی دینی سبب دست زدن به عوام‌فریبی، فالبینی و جادوگری، دیگر کردارهای ناشایسته غیر قانونی مشغول شدن و فعالیت خصوصی طبی و در این زمینه رسانیدن ضرر مادی و جسمانی به شهروندان نیز می‌گردد. حالت‌های به طبابت غیرقانونی آدمان مشغول شدن روحانیان علاهیده در یک قطار شهر نایا آشکار گردیدند. مثلا ساکن نایه شهر نو ستاره سید مهدی خان با تخلص شیخ تیمور که قبلا 7 سال برای قلابی از آزادی محروم شده اصلا سواد دینی نداشت، خود را
همچون عالم دین معرفی نموده به تبابت غیر قانون دینی مانع شدن به گرفتن تحصیلات عمومی اساسی به فرزندان و توجه دست داده برای این کردارها به جوابگری جنایتی کشیده شده است. شیخ تیمور که قریب برای قرابی 7 سال را در محبس گذرانیده است، خود را قریب پیغمبر اعلام کرده بود. چیکارا نکرده است؟ نمیدانم مردم ما برای چی این طور را تومار و تشتاوی که نوشته شیخ تیمور شما با واسطه رسانه‌های تلویزیون دیگر تماشا کردید. دادن که خان بابای داملا چی نوشتی در اینجا؟ خواندن نمیتواند خودش توماری نوشتگی خودش را خوانده نمیتواند، حرفی خودش نوشته. میگه قبلگاه هم همین طور میرسیم، هم از همون یاد گرفت. آدمان حتی از جمهوری‌های همسایه دیگر جا آمده زیارت میکردند و مردم خودمان در نوبت ایستاده پای افضال آن را تفاهم میکردند. ماشینی که سوار است چیکاران نمیکردند، تفاهم میکردند. نوبت ایستاده آبی که دست میشوید آب را مینوشند. این چی گپ است؟ این کدام اسلام است؟ در کجا آمده است؟ کردار اصم افراط آور در این جاده دست زدن بعضی بنام روحانیان، این چنین امام خطیبان با عملهای بداخلاقانه با استفاده از اعتقاد دینی شهروندان می باشد. در دوره سالهای 2016-2024 در کشور زیاده از 50 حالت چنین جنایت‌ها آشکار و شخصان گناهکار به جوابگری جنایتی کشیده شدند. ما آینده در قانون تغییرات می‌داریم. هر یک تروریست نورسه که در نزد داملا کسی نباشد، تعلیم گرفته است، دست به کشتار، دست به ترور میزند، پیش از همه خودی همون داملا باید در نزد قانون جواب. پیغمبر اسلام به نزد فالبین و جادوگر رفتن را قطعاً منع کرده فرموده است. ای مردم تاجیک، هر کس به نزد فالبین رود تا 40 روز نمازش قبول نمی شود و اگر به گفته فالبین باور کند از ایمان خارج می شود. در شریعت سحر و جادو و زنا از جمله گناه‌های عظیم می باشد. سوال دیگر این است که چرا والدین اینقدر به گرفتن تعلیمات دینی بخصوص در خارج کشور میل و رغبت دارند، در حالی که طبق سندهای قبول کرده نه فقط کشور ما بلکه در اکثر دولت‌های دنیا سندی ختم مؤسسه‌های تعلیمی دینی مملکت دیگر اعتبار ندارد. اکثر پدر و مادران با این نظرند که فرزندشان با آموختن علم اسلامی شرط نیست که در ساختارهای دولتی کار کند. ملا یا خادم دین شود کافی است مردم هم نخوراند و هم بپوشاند. قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در تنظیم روزگار مردم از بین بردن خرافات پرستی، رسم و آیین‌های صنعی و سرخرج اقدام مهم محسوب می شود. قانون مذکور با تکیه به احکام شریعت، مصلحت و مشورت علمای معروف کشور قبول شده. خادمان دین باید در تطبیق آن برابر مقامات دولتی سهم گذارند. ولی باید گفت که حالتهای رعایت نگردیدن ترتیب گذرانیدن جشن و معرکه ها بخصوص مراسم منشوده دینی تا هنوز از بین نرفتند.
تنها در دوره سالهای 2014 و 2023 از طرف مقامات حفظ حقوق کشور برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور 5620 نفر به جوابگری مأموری کشیده شده است. همزمان با این تاکید می‌سازم که همکاری مقامات دولتی و جامعه کشور در تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نیز در سطح ضروری برا مانده نشده است. از سال 2016 تا امروز برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور 19480 نفر از جمله 1170 نفر آموزگاران و 18310 نفر پدر و مادران به جوابگری مأموری کشیده شدند. باعث تشویش است که ویران کنی طلبات قانون‌های ملی ذکر شده بیشتر از جانب بعضی خدمتچیان دولتی، صاحبکاران، خادمان دین، فرزندان و خویش و تبار آنها صادر می‌گردد. بنابراین موافق مقصد می‌حسابم که با در نظر داشتی تجربه در این سمت اندوخته شده قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در تحریر نوی جوابگو و طلبات زمان قبول کرده شود. با در نظر داشت حالت‌های ذکر شده با تمام ساختار و مقامات دولتی از جمله رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، مقامات حفظ حقوق، سودها، کمیته‌های کار با جوانان، دین، اتحادیه‌های دینی و دیگر تشکیلات‌های جمعیتی ضرور است که کارهای فرماندهی و دیگر طرز و اصول‌های مؤثری پیشگیری کردن افراطگرایی، خرافات پرستی و ویرانکنی محدودیت‌های با قانون مقرر شده را راه اندازی کرده جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تدبیرهای مؤثر اندیش. ما نباید فراموش کنیم که قانونهای ملی ما قانون عادی نه بلکه یک اصلاحات معنوی و اجتماعی کشور بوده فضای مفکوروی و حیات اجتماعی مردم را از خرافات و تعصب آزاد می نمایند. اگر این قانون به نفع مردم نمی بود چندین کشور دور و نزدیک این قانون ما را آموختند و عیناً چنین قانون را در داخل کشورهای خود قبول کردند. من شاهد هستم در یک عائله در یک روز 3 کیلو آوردن. 40 هفته از عائله دار شده نمیتواند سینی فرزندش. دکتران با 30 رفتن شوهر کرده نمیتواند. وظیفه پدر و مادر چی است؟ خواستگاری را کی میکند؟ در بعضی کشورها میدانم شما میدانید خادمان دین دور نمیره 100 نمیرود همین که خاندار نشده عائله‌دار نشده فرزنددار نشده از دنیا میگذرد. این چی زندگی است؟ خداوند بنده را حث کرده است که از این دنیا بهره‌ور شود، عمری با برکت بیند، از خود میراث گذارد. میراث چی است؟ فرزند پیش از همه. یک چیز را من به شما مراجعت کردم میگم با کلی مردم تاجیکستان دوستان عزیز، وقتی که ما شما فرزند به دنیا حس میکنیم این یکی از
هدفهای دیگه مقدسی پدر و مادر. دیگر وظیفه مقدسی پدر و مادر تربیت کردن این فرزند است. یعنی چی؟ ما با سواد کنیم، آداب و اخلاق حمیده تربیت کنیم، کسب و هنر گیرند، علم آموزند، زمانه را نگاه کنیم. الان مذهبی ما مذهبی حنفی انا همین را تلقین میکند. به سواد میماند، به کسب میماند، به هنر میماند، در قد کوچه کارش به گدایی یا جنایت صادر میکند یا مواد مخدر استعمال میکند، دائما در زندگی اذیت میکشد. پدر مادر ما شما وظیفه ما شما آن است که اونا را تربیت کنیم، صاحب کسب و هنر گردانیم، علم آموزانیم که بعدی سر ما شما آنها زندگی حیات مستقلانه خودشان را پیش برده توانند. برادران عزیز، هموطنان عزیز، خادمان دین محترم، نسبت به فرزند خودمان فرزند بودیم کو، هستیم کو، بسیاریامون پدر مادر داشتیم. چقدر زحمت کشیدن سالهای وزمینی شخصان کلانسا، نان نمیخوردن در شکم خودشان برای فرزند. گوشت نماند، گرسنه نماند، پای لوس نباشد، لباس. مخصوصا برای دختران مادران زحمت کشیده که کلان کنم و حیات مستقلانه گسیل کنم. نمی‌طوریه چقدر اذیت میکشن. وقتی که شخص فرزند صاحب سواد است، کسب است، هنر است، علم است، همین کل دنیا جای کار است. بیرون از تاجیکستان در کدام گوشه کنار مملکت دنیا نان جای کار و زندگی خود را می‌یابد، عذاب نمی‌کشد، عمری با برکت می‌بیند. این است وظیفه پدر و مادر. من در سفرها می‌بینم، صحبتم می‌کنند، هستن شخصانی که نسبت پدر و مادر خود نارضا هستند از زندگی. پدر و مادرم همین خیلی کردن. چکار کنم جناب یاری؟ سه معیوب در خانه آوردمان است. در عرباچه ها ببینی هر یک دخترک و پسری وی است معیوب، از میان پایان کار نمی‌کنه. گاوره بخش کرده است. با کی؟ این بیرحمی، این بیرحمی. این چیزای کوره عصری گذشته ها. شوهر پرتافت از در خانه و رفت از چی کار میکنه؟ من از من چی میماند؟ رفت. مادر در عائله دو دختر و دو پسری معیوب. اکنی پدر و مادر پیش از همه گناهی عیب پدر و مادر است. نصیحت نکردی، آداب نآموزاندی، خب پیش رای با تعلیم رفتن گرفتی. جهان اسلام آمیده چیل پیشرفت و ترقیات دارد. فرزندان را در دانشگاه‌های بزرگترین دنیا برده کسب و هنر می آموزانند، دانشمند می شوند. با کی حال پرواز کرده ایستادند؟ چی اونا مسلمان نیستند؟ حاضرین ارجمند، طبق تحلیل‌های کارشناسان دور رفتن از اصل و ماهیت دین، درک نکردن ارزش‌های انسان پرورانه آن، اساس زیاده روی و بعضاً به خرافات و افراط داده شدن شهروندان می‌گردد. در بین مردم ما سخن معمول است که میگویند خداوند انسان را حذف کرده است نه به روزی سختی. از این رو ما باید درک نماییم که اصل دین مبین اسلام و مذهب تحملگرای حنفی
از تأمین نمودن شرایط بهترین زندگی برای خود و اهل عائله، از جمله فرزندانمان که عطا کرده و امانت پروردگار نزد ما می باشند، مهیا کردن امکانیت‌های خوب تحصیل برای آنها که خودشناس و خداشناس باید رسند، آباد و زیبا کردن خانه و کارخانه خودمان و محل زیستمان عبارت است و خلاص. در یک حدیث آمده است که بهترین انسان کسی است که نفعش به مردم میرسد. یعنی نه اسرافکاران و زیاده روان، نه ریاکاران و ظاهر پرستان، نه حج رفتگان و نفران دیگر، بلکه کسانی که نفعشان به پیوندان و نزدیکان، همسایه ها و همدیهگان، یتیمان و معیوبان و دیگر نیازمندان میرسد و قلب این قبیل انسان ها را شاد می نمایند، شخصانی به خداوند نزدیک می باشند. احسن به چنین اشخاص در دوران تا صاحب استقلال شدن کشور از 5 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 29 نفر مراسم حج را انجام داده بود. اما در زمان صاحب استقلالی با وجود آنکه ما در نتیجه جنگ تأمینی شهروندی با مشکلات سخت و سنگین اقتصادی روبرو گردیدیم و تأثیر منفی آن را تا امروز در حیات خود احساس میکنیم، روندی به حج رفتن شهروندان تمایلی بی‌حد زیاد شوی کسب نمود. تنها سال 2023 63,000 نفر شهروندان کشور مراسم حج و عمره را ادا کردند و مبلغی به حساب میانه خرج نموده آنها به بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون سامانی برابر شده است. مبلغی برای حج صرف کرده شهروندان ما در زمان صاحب استقلالی قریب 12 میلیارد سامانی را تشکیل داده است که در شرایط امروزه، یعنی در زمانی که در اکثر کشورهای جهان روند منفی پسروی اقتصادی مشاهده می‌گردد و در قریب 80 کشور دنیا مردم از نرسیدن غذا و گرسنگی اذیت می‌کشند، برای کشور ما مبلغ خیلی کلان به حساب می‌رود. اگر مبلغ مذکور برای بنیاد منزل اقامتی، بهتر کردن شرایط زیست و تحصیل فرزندان، تأمین غذای با صفت، سر لباس و اشیاء خانش، اینچنین دستگیری نیازمندان یا کارهای آبادانی صرف می‌گردید، شرایط زیستی چقدر عائله ها بهتر میشه. خاطر نشان می‌سازم که ما ضد رفتن مردممان برای ادای حج نیستیم، اما تأکید می‌سازم که این روند نباید خصوصیت تعصب و تقلید و مسابقه را کسب نماید. در ما همین است. زیرا ما باید اول شرایط زندگی خود و فرزندانمان را بهتر نماییم، احوال همسایه چپ و راست را پرسیم، خویش و تبار نیازمندمان را دستگیری نماییم و بعد نیت زیارت خانه خدا کنیم. ما باید یک نکته مهم را در خاطر داشته باشیم. در شرایطی که ما خانه آباد نداریم، مکان زیستمان به طلبات جوابگو نیست، فرزندانمان به سر و لباس، کتاب و دفتر و دیگر جهاز خانش احتیاج دارند. و پدر و مادر خود خدمت کرده
دل آنها را از خود شاد نکرده ایم، از وضع نزدیکان خود آگاه نیستیم، زیارت ما به طلبات اسلام جوابگو نخواهد. طبق مقررات شریعت اسلام پسران و بخصوص دختران بعدی رسیدن به سن 9-10 سالگی باید اتاق علاهده خود را داشته باشند. کدام عائله در همین شرایط مهیا کردیم؟ اکثریت، من حتی کمیسی از سپارش دادم که آنهای بهشت سعی میکنند رفته بین خانه و در شرایط زیست و زندگانی فرزندان اهل عائله که یگان مشکلی نداشت. بعضی ها توسط مبلغ فرزندانشان که اکثرا در مهاجرت مهنتی قرار داشته خودشان فرزندان خردسال دارند، حتی با گرفتن قرض و زیر بار گران زندگی قرار دادن اهل عائله به عمره میروند. رحم به حال زن و فرزند خود نمیکنند یا برعکس. آنهایی که در مهاجرت هست چقدر عذاب میکشند. مادران و خواهران و بانوان ما کمتر صبر و تحمل کنید و اسرافکاری راه ندهید. چرا بیرحمی میکنیم؟ حالا هم هستند شخصانی که بعد بازگشت برای تشکیل مراسم حاج زیارت باز 2 برابر زیادتر مبلغ صرف میکنند. در نتیجه به سبب ادای حج یا عمره یک نفر تمام اهل عائله مدت دراز به دشواری مالیوی گرفتار می‌گردند. در قرآن تکرار به تکرار گفته می شود که الله هیچ کس را از تواناییش زیادتر وظیفه‌دار نمی نماید. اما محض به سبب ندانستنمان به تعصب و خرافات داده شده چون این معرکه‌های سرخج را دائم می نماییم، هم طلبات دین را رعایت نمی کنیم و هم برای اهل عائله مشکلی ایجاد می کنیم. عمره می روند میگوید که من حاجی شد. از این تفریق اندازی است، مثل عروس و شاد در کانوای میکنه. از در کجای شریعت آمده است؟ تفاوت میکنند. این عمره کرده است، حالا که عمره حج نیست. این را بینید. کودک صنف 3 و 4 این از هزاران یک شب ما شما دواییم. من بینید و نگه که رهبر دولت وای بید. در آنجا امام خطیب هم است، رئیس جماعت هم است، رئیس نایه هم است، دیگر مقامات حفظ حقوق هم است. حالا که طبق فرموده عالمان ساحه دین ثواب عمره کمتر از ثواب 1 ماه روزه داشتن است. انا همین را تلقین کنید به مردم. کجا خراجات کرده بیروید؟ بسیاری ها بر این نظرند که حج یا عمره گناه آنها را پاک می سازد که این فهمیش بیرون از منطق و ماهیت دین است. بخصوص وقتهای آخر تمایل زیاد رفتن زنان حتی همراه خود بردن کودکان خردسال که نه قابلیت درک کلام الهی را دارند و نمایت زیارت خانه خدا را می دانند باعث تشویش می باشد. زیرا تحلیل ها نشان می دهند که اکثر زنان که ادای حج یا عمره می کنند بعد بازگشت به خاطر فرق کردن از دیگران لباس های بیگانه را ببر کرده وسیله ترغیب آن می گردند. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، حج نیز چون نماز یک وسیله پرهیزگاری و توبه کردن است که انسان را
به سرفکاری و سرشتکاری و انسانی کامل بودن هدایت میکند. این گونه امکانیت برای هر یکی ما توسط روز 5 مراتب نماز خواندن یا سال 1 مرتبه در ماه شریف رمضان روزه داشتن مهیا می باشد. خداوند پرهیزکاری را دوست می دارد و پرهیزکار بودن البته خوب است. اما معنای پرهیزگاری تنها با نخوردن طعام محدود نمی گردد، بلکه خودداری از همه گناهکارهای زشت و ناروا، اسرافکاری و زیاده‌روی، خرافات و تعصب و مانند اینها را در نظر دارد. این کسل پیش نبود در ما، قریب که نبود، خیلی کم بود. کسلی چی؟ فربه‌شوی، دیابت قند، کسلی قلب. فربه‌شوی یعنی زیاد خوردن، استعمال کردن. با جایی که همسایه یک یتیم یا معیوب عائله کمیزات اوی کردن، فکری او طرفش نمیکنیم که این به مریضی آورده میرساند. قناعت پیشه بودن، نفس بد را پیش راهش گرفتن، بد نفسی نکردن، قناعت پیشه بودن که سلامتی تا نگه دار. کسلی قند یک تباوت دارد: پرهیزگاری. فراموش نباید کرد که شهرت طلبی و نمایشکاری و خود را از دیگران بالا گذاشتن نه به خدا خوش می آید و نه به بنده خدا. بعد از حج برگشتن، تغییرات در سر و لباس، کر و فر در رفتار، آراستن مرکه‌های حاج زیارت، حاج طلبان و حاج بینان در همین است که تفریق اندازی، نمایشکاری، خود را در جامعه فرق کننده نشان دادن که گویا از دیگران برتری دارند، یعنی شهرت طلبی دیده می شود.